پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، هموطنان عزیز، سال 2022 برای تاجیکستان ما در مجموع سال باقرار بود. با شرافت زحمت صادقانه مردم کشور، روند سازندگی و آبادکاری با مرام ادامه یافته، نقشه و برنامه‌های پیشبینی گردیده جهت تأمین نمودن رشد استوار اقتصادی ملی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی ساکنان مملکت هدفمندانه عملی کرده شده. چنانکه به همه معلوم است، سالهای آخر وضع سیاسی و اقتصادی جهان خیلی مرکب گردیده. حالا انسانیت در دوره نهایت حساس و دشوارترین تاریخ قریب 100 سال آخر خود قرار دارد. از جمله در 5 سال آخر تأثیر منفی برخوردهای گیاه‌سیاسی، نزاع‌های تجارتی، اینچنین پیامدهای تغییریابی اقلیم با اقتصاد کشورهای جهان شدت یافته، یراق ناشوی با شتاب
و آغاز مرحله جنگ سرد باعث قرار شدن نظام مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی بین دولت‌ها و به وقوع آمدن بحران جهانی اقتصادی گردید. بخصوص سال 2022 تحریم‌های اقتصادی و تجارتی وسعت گرفتند. زنجیره‌های موجوده تأمینات مال و محصولات کنده شدند. استحصال محصولات کاهش یافت و نرخ‌ها مخصوصاً نرخ مواد غذایی به طور بی سابقه بالا رفت. صرف نظر از تحولات در اقتصاد جهان ادامه داشته و تأثیر منفی عامل‌های بیرونی و اقتصاد ملی ما در نتیجه تطبیق ثمرناک اصلاحات اقتصادی، عملی نمودن استراتژی و برنامه‌ها و تدبیرهای ضد بحرانی در 5 سال اخیر رشد اقتصادیات تاجیکستان همه ساله به حساب میانه در سطح 7.3% تامین گردیده. مجموع محصولات داخلی از 71 میلیارد به 115 میلیارد شامانی رسید و به هر سری اهالی 1.5 برابر افزایش شد. از جمله سال 2022 کارها جهت استوار نگاه داشتن نشان دهنده های ماکرو اقتصادی، کاهش دادن تاثیر خفای احتمالی به اقتصاد ملی، فعالیت باثبات نظام بانکی، افزایش استحصال محصولات صنعتی و کشاورزی، بهتر گردانیدن فضای سرمایه‌گذاری و دستگیری صاحبکاری، تقویت پیدا کرده رشد اقتصاد ملی در سطح 8% تامین کرده شد. من با تمام کل مردم تاجیکستان، مثلا دهقانان، احسان میگویم مینداری حکومت جمهوری تاجیکستان را بیان میکنم برای آن زحمت هایی که در سال 2022 یکی از سالهای وزمین ترین در تاریخ انسانیت چنین زحمت کشیدند، مردم را با مواد غذایی تامین کردند. خب و نشان دهنده های اقتصادی، ماکرو اقتصادی دولت ما پورا از آن نشان دهنده هایی که بود زیادتر تامین کرده شد. در برآمد من این سخنها رقمها برای خود تعریف کنو نه، آن رقمهایی که در ظرف 5 سال اخیر چگونه در جامعه جهانی مشکلی ها بود، مثلا کسلی سیراتی کووید 19 تحریم ها، سیاست سانکسیونی دیگر با این نگاه نکردم. من رقم ها رو تحلیل را 5 سال اخیر و مخصوصا سال 2022 از آن پیامی که سال گذشته با در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وظیفه گذاری کرده بودیم، من مقایسه کرده رقم ها را نامبر میکنم و کدام وظیفه ها در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای سال 2023 میستند. در 5 سال اخیر سطح نیکوحوالی مردم تدریجاً بلند شده. درآمد پولی اهالی از 41 میلیارد سومانی سال 2018 به 87 میلیارد سومانی در سال 2022 رسانیده شد، یعنی 2.1 برابر زیاد گردید. مزد میانه مهنت در کشور 1.5 برابر و اندازه نفقه نهایی 1.3 برابر افزایش یافت. در نتیجه سطح کمبزاعتی
از 27.4% سال 2018 تا 22.5% در سال 2022 کاهش داده شد. در این دوره بیش از 900,000 از جمله در سال 2022 190,000 جای کاری نو تأسیس داده شد که با بهتر گردیدن وضع شغل اهالی در کشور مساعدت نمود. حجم عمومی خراجات بودجه دولتی به ساحه اجتماعی از 9.1 میلیارد سامانی سال 2018 تا 14.7 میلیارد سامانی در سال 2022 یا 62% زیاد گردید. در 5 سال اخیر تنها برای رشد ساحه معارف و تندرستی 36 میلیارد سامانی روانه گردیده. حصه مبلغ‌زاری ساحه اجتماعی در حجم عمومی خراجات بودجه دولتی 44% را تشکیل کرد. در دوره ذکر شده از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری 842 بنای مؤسسه تعلیمی برای 382,000 خواننده از جمله در سال 2022 190 بنای تعلیمی برای 87,000 خواننده ساخته به استفاده داده شده است. همزمان با این با معلومات وکیلان محترم و هموطنان عزیز رسانیده می شود که در 31 سال استقلال دولتی 3,430 مؤسسه نوی تعلیمی برای قریب 1.5 میلیون خواننده ساخته به استفاده داده شد. حالا که در ظرف 70 سال زمان گذشته همگی 3,229 مؤسسه تعلیمی بنیاد کرده شده بود. با وجود این هر سال ما باید نکم از 200 مؤسسه تعلیمی بنیاد کردن ما در کار است. رشد طبیعی افزایش اهالی ما 2.4-2.5% را سالانه تشکیل میده. امروز در مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی کشور 2,300,000 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته شدند. سال 1991 در جمهوری 1,300,000 نفر خواننده داشت. یعنی 1 میلیون زیادتر خوانندگان امروز زیاد شده است. اینچنین اگر تا سال 1991 یعنی در 70 سال زمان گذشته در مملکت همگی 2,862 مؤسسه و انشاءات تندرستی با 52,800 نفر کارمند فعالیت داشته باشد، پس در دوران صاحب استقلالی خصوصا در 25 سال اخیر 2,827 مؤسسه و انشاءات تندرستی ساخته به استفاده داده شده است. حالا شماره مؤسسه‌های تندرستی مملکت نسبت به سال 1991 قریب 2 برابر زیاد گردیده با 5,116 و کارمندان آنها به 79,000 رسیده است. دوستان عزیز، ما به شرافت جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با مردم شریفی تاجیکستان خیلی کارهای زیادی را به انجام رسانیدیم. مثلا در سمت ساحه اجتماعی، بنیاد مکتب‌ها، بنیاد کسالخانه‌ها، بنگاه‌های طبی، مرکزهای سلامتی، تولدخانه‌ها، باغچه‌های بچگان، خیلی. و ببینید امروز در همان دهه‌های دوردست، محل‌های اهالی نشین دوردست که از مرکز شهر نایا 70-80 کیلومتر 50-60 کیلومتر دوردست بودند،
бинетон чӣ қадар мушкилии мардум аз бисёр ҷиҳат масъалаҳои иҷтимоӣ сабук гардидааст. чӣ гуна мардуми мо аз лиҳози иқтисодӣ ҳам барои рафту омад ба касалхонаҳо, ба муроҷиат ба дигар табобат гирифтани дигар ҳам роҳҳо, ҳам шароит дар назди маҳаллаи худашон бинед чӣ қадар кори савоб шудааст. лекин ҳоло ҳам баъзан камбудиҳо, баъзан корҳо боқӣ мондааст ки мо бояд поёнтар истода мегзарам ба шарофати 35 солагӣ бояд корҳоро идома дода ба анҷом расонем. ҳам шаҳри диҳоти мамлакат обод мешавад, ҳам мушкилҳои иҷтимоӣ аз байн меравад. ҳамчунин дар 5 соли охир аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағзори бюджети давлатӣ барои дастгирии табақаҳои осебпазири аҳолӣ тавассути пардохти нафақа, кӯмакпулӣ ва ҷубронпулиҳо, нигоҳдории муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва ӯҳдадориҳои дигар зиёда аз 19 миллиард сомонӣ, аз ҷумла танҳо дар соли 2022 4,3 миллиард сомонӣ равона карда шуд. дар баробари ин то охири соли 2022 ба 475 000 шаҳрванди эҳтиёҷманди кишвар аз ҷумла кӯдакони ятим ва бесаробон, маъюбон, оилаҳои камбизоат ва гирандагони нафақаи иҷтимоӣ кӯмаки молиявии яквақта, ин маротибаи якум аст дар таърихи Тоҷикистон, дар ҳаҷми 600 сомонӣ иловатан пардохт карда мешавад ва ба ин мақсад 285 миллион сомонӣ равона мегардад. тавре ки борҳо зикр намудам, ҳадафи олии давлат ва ҳукумати мамлакат мунтазам баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми азизамон мебошад. дар робита ба ин ҳукумати мамлакатро зарур аст ки пешрафти устувори минбаъдаи иҷтимоиву иқтисодии кишварро нигоҳ дошта соли 2023 суръати рушди иқтисодиро дар сатҳи накам аз 8% таъмин намояд. инро карда метавонем. дар ин замина соли 2023 даромади умумии пулии аҳолӣ 15% афзоиш ёфта ба 100 миллиард сомонӣ баробар мегардад. агар мои шумо аъзоёни ҳукумат, хизматчони давлатӣ, вакилони мардумӣ, роҳбарони вилояту шаҳру ноҳияҳо боз ҳам бо масъулияти баланд, содиқона ба манфиати давлату миллати худ заҳмат кашем, он нишондиҳаҳое ки ман гуфтам ҳар сол 1-1.5 баробар баланд мегарданд. имкониятҳо ҳаст, захираҳо имкониятҳои фаровон дорем. танҳо содиқона хизмат карданамон дар кор. бо умеди мана ҷаҳони имрӯза бо умеди ҳеҷ кас шудан дар кор нест. бо умеди ягон кас шудан дар кор нест. дар ҳамаи масъалаҳо такя ба худ, такя ба мардуми азизи кишвар. бо ин мақсад такроран таъкид менамоянд ки бояд таваҷҷӯҳи асосӣ ба рушди босиботи соҳаҳои иқтисоди миллӣ, пешгирӣ кардани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба он, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ташкили корхонаҳои 30 солӣ,
تأسیس جایهای کاری نو، برام برداشتن رقابتناکی محصولات وطنی، تقویت صادرات، تشکل اقتصاد سبز، سرعت بخشیدن بر روند رقمی کنانی بخش‌های اقتصادیات، انکشاف نیروی انسانی و بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی اجتماعی روانه کرده شود. وزارت رشد اقتصاد و سودا یکجا با دیگر وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی با مقصد تطبیق هدف و عضلات‌های خود رشد باید روند بنقشه‌گیری استراتژی را در همه سطح‌های اداره‌کنی دولتی پورا جاری کرده برای اجرای نشانده‌های در حجت‌های برنامه‌ای پیش‌بینی شده تدبیرهای ضروری را راه اندازی نماید. برای نگاه داشتن رشد باثبات اقتصادی، تامین نمودن استواری مالیه دولت، افزایش درآمد و بلندبر داشتن ثمراناکی بودجه، زمینه ضروری قانونگذاری فراهم آورده شده. کارها در سمت مکمل گردانیدن نظام ملی مالیه و انداز ادامه دارد. در نتیجه تدبیرهای عملی شده، حجم بودجه دولتی همساله افزایش یافته. در سال 2022 قسم درآمد آن به 33 میلیارد سومانی برابر گردید که نسبت به سال 2018 38% زیاد می باشد. وزارت مالیه را ضرور است که طبق پرینسیپ های بنقشه‌گیری استراتژی و نظام بین المللی به حسابگیری مالیوی منبع نیست دائم به مسائل انتظام مالیوی، تقسیمات ثمراناک ذخیره‌ها، شفافیت و تابعیت و تهیه با صفت بودجه دولتی، اینچنین رقمی کنانی ساحه چاره‌های عملی اندیش. کمیته انداز بسیار کرده می شود که یکجا با مقامات مربوطه جهت بهتر گردانیدن خدمت رسانی های دولتی در شکل الکترونی، مکمل سازی مأموری کنانی انداز و در این زمینه برطرف نمودن تأثیر عامل های انسانی بر روند اندازپاری، اینچنین استفاده حتمی دستگاه نظارتی و خزینوی در رژه وقتی واقعی عمل کننده و نظام خزینه های مجازی هنگام انجام دادن حساب برآورکنی های پولی با اهالی تدبیرهای علاوه‌ای را عملی گرداند. در سمت سیاست پولی و قرضی نگاه داشتن استوار قرب پول ملی، بلندبر داشتن قابلیت پرداخت نظام بانکی، در سطح پیشبینی شده نگاه داشتن تورم، اینچنین تامین نمودن فعالیت ثمراناک نظام پرداخت‌ها از جمله وظیفه‌های مهم باقی می‌ماند. در سال 2022 قرب پول ملی معتدل نگاه داشته شده. سطح تورم 4.2% را تشکیل نمود. این یکی از نشانده‌های بهترین در بین کشورهای خیلی کشورهای زیاد. ولی خفهای احتمالی وادار می‌سازند که در اینجا در تدبیرهای تأخیر ناپذیر اندیشیده شد. در آخر سال 2022 بقیه عمومی پسندازهای اهالی و شخصانی حقوقی در بانک‌های کشور 13 میلیارد سومانی را تشکیل داد. هرچند که نشاندهنده مذکور نسبت به سال 2021 قریب 28% زیاد میباشد، ولی هنوز به طلبات در سمت رشد فعالیت نظام بانکی جاگون است. حجم قرض‌های در سال 2022 از جانب نظام بانکی کشور به اهالی و صاحبکاران داده شده 14.1 میلیارد سومانی را تشکیل کرد که در مقایسه با سال 2018 85% زیاد میباشد. همچنین در 5 سال آخر شماره قرضگیرندگان از 564,000 سال 2018 تا به 2,336,000
در سال 2022 رسیده 4.1 برابر افزایش یافته است که فعالناکی اقتصادی اهالی و صاحبکاران نشان می‌دهد. در این دوره حجم عمومی قرض‌های داده شده 55 میلیارد سوم را تشکیل کرد که 36% آن به صاحبکاری استحصالی راست می‌آید. لیکن این نشان دهنده‌ها برای رسیدن به هدف‌های استراتژی ما از جمله صنعت کنونی با سرعت حالا هم ناکفایه میباشد. تأکید می‌نمایم که مسئله تأمین سریع طلبات اقتصادیات به مبلغ‌زاری خصوصا قرضدهی باید همیشه در محور فعالیت نظام مالیه و بانک‌های کشور قرار داده شود. زیرا هر قدر که از جانب بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی به اهالی و سوبیکت‌های خواجگیدار قرض‌های دسترس زیاد پیشنهاد کرده شوند، سرعت رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و سطح زندگی اهالی همانقدر بلند می‌گردد. مثلا ما چندین سال پیش برنامه مخصوص داشتیم برای مبلغ‌زاری خرد، قرضی‌های خرد به ناحیه‌های دوردست کوهستان. که در آن ناحیه‌ای که کارخانه‌های صنعتی نیست، جای کاری قریب که نیست، غیر ساحه کشاورزی. این هم یک نمودی مردم را با جای کار تامین کردن. وقتی مبلغ میگیرد از بانک‌ها، خب قرض میگیرد، فعالیتش به اقتصادیات، به تجارت، به صاحبکاری مشغول میشه، زندگیش پیش میره. به اقتصادیات هم این منفعت. بسیار دولت‌های دنیا همین خیلی باراهای قرضدهی مردم جای کار نیست. مثلا باراهای ایپاتیکا، کشورهای متمدن مردم خانه‌های خودشان و با اجاره میدین، رفته در جای ارزانتر زندگی میکنن، پول کار میکنن، زندگیشون رو بسیار. کشورهای پیشرفته ما میرویم میبینیم. تأکید می‌نمایم که مسئله تأمین سریع طلبات اقتصادیات با مبلغ‌زاری خصوصا قرضی باید مثلا را برای بانک‌ها همیشه در محور فعالیت هم حکومت جمهوری تاجیکستان، هم سیستم نظامی مالیه و هم بانک‌های کشور قرار داده شود. از این رو بانک ملی یکجا با وزارت مالیه، امانت بانک و صنعتی صادرات بانک وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهتی هوسمندگردانی پسندازان و پس نمودن فائز قرض‌های به ساحه‌های مختلف اقتصادیات مخصوصاً با صاحبکاری استحصالی پیشنهاد شونده، اینچنین با فائز دسترس افزایش دادن پیشنهاد قرض‌های ایپاتیکی چاره‌جویی نمایند. با مقصد مساعدت به رشد بخش مالیوی ضرور است که از 1 ایول سال 2020 پرداخت همه اندازها و باج‌های دولتی برای دادن اجازت و اجازتنامه‌ها، جریمه‌ها، مبلغ سقوطی حتمی دولتی، خدمت‌رسانی‌های کمونالی و دیگر نمودهای خدمت‌رسانی دولتی پرربط به طور غیر نقدی برای مانده شود. وابسته به این از جانب وزارت مالیه و بانک ملی جهت تأسیس دادن مخزن یگانه معلومات دایر به صورت حساب همه ساختار و مقامات دولتی و تشکیلات و مؤسسه‌ها، توسعه انفراساختار پرداخت غیر نقدی و تشکیل روزانه یگانه پرداخت تمام خدمت‌رسانی‌های دولتی باید تدبیرهای ضروری فوری و قطعی اندیشیده شود. با بانک ملی ضرور است که یکجا با وزارت مالیه و دیگر وزارت و اداره‌های داخلدار با مقصد توسعه فراگیری مالیوی در کشور برای رشد شبکه خدمت‌رسانی‌های مالیوی رقمی، تامین نمودن گوناگون شکلی خدمت‌رسانی‌های مالیوی، حمایه حقوق استفاده برندگان خدمت‌رسانی‌های مالیوی و بلند برداشتن معرفت مالیوی آنها چاره‌جویی نماید.
وکیلان محترم، در دایره سیاست پیشگرفته دولت و حکومت دایر به دستگیری فعالیت صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در زمان صاحب استقلالی تدبیرهای ضروری عملی گردیده. در این سمت برای صاحبکاران امتیاز و سبکی‌های زیاد جاری کرده شدند. تا امروز با آنها بیش از 120 نمود امتیاز و سبکی‌های اندازی و گمرکی پیشنهاد شده. شماره ساختارهای بقایگیری دولتی فعالیت صاحبکاری از 4 به 1 کم گردیده. خدمت رسانی در این سمت به طور رایگان برآ مانده شده است. در سال 2022 مبلغ امتیازهای اندازی و گمرکی استفاده گردیده زیاده از 12 میلیارد سوم را تشکیل می‌دهد. از جمله از حساب پست و بیکار کردن معیارهای 5 نمودی انداز زیاده از 1.5 میلیارد سوم همچون دستگیری در اختیار سوبیکت‌های صاحبکاری باقی میماند. یعنی سال 2022 در نتیجه سال 2022 شماره سوبیکت‌های صاحبکاری به 339,000 رسید که نسبت به سال 2018 بیش از 76,000 زیاد میباشد. قابل ذکر است که صاحبکاران مملکت در نوبت خود در روند صنعت کنونی با صورت کشور بنیاد کارخانه‌های استحصالی، انشاءات اجتماعی و تأسیس جاهای کاری نو سمی نظررس گذاشته ایستادند و باور دارم که چنین اقدامات سازنده از جانب صاحبکاران وطن دوست وسعت باز هم بیشتر پیدا میکنند. تنها در 5 سال اخیر از جانب صاحبکاران مملکت با مبلغ عمومی بیش از 12 میلیارد سومانی قریب 18,000 انشاءات تعینات استحصالی و اجتماعی ساخته به استفاده سپرده شده است. حکومت مملکت وظیفه‌دار است که جهت باز هم بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و صاحبکاری، مخصوصا سرمایه‌گذاری مستقیم، تامین نمودن اجرای کفالت امتیازها و چاره‌های دستگیری دولتی، هوسمندگردانی و قدردانی صاحبکاران، همچنین رشد انفراساختاری سرمایه‌گذاری و صاحبکاری تدبیرهای علاوه‌ای را راه اندازی نمایند. در این سمت پیشنهاد می‌نمایم که با مقصد ادامه دادن اصلاحات ساحه و تنظیم مناسبت‌های اجازت دهی و اجازت نامه دهی قانونگذاری ساحه تکمیل داده شده، مناسبت‌های ذکر شده در دایره یک سند معیاری و حقوقی تنظیم و شماره آنها تا 60% اختصار کرده شود. سلام باشید. همچنین رهبران وزارت اداره‌ها و مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی وظیفه دارند که تشبس‌های سازنده صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را همه جانبه دستگیری نمایند و دایر به حل مسائل وابسته به فعالیت آنها و برطرف کردن مشکلات و مانع‌های جای داشته تدبیرهای بی‌تأخیر اندیشند. در رفت چهاربینی‌های 30 سالگی ما بعضاً کمبودیا به چشم می‌رسیدند که در رهبران شهر نایا و ولایت‌ها با کشاورزی راه می‌دادند برای جدا کردن قطعه زمین، برای بنیاد حتی مکتب، مؤسسه تعلیمی، باغچه بچه‌ها، میدانچه ورزشی، خب دیگر و اینا چگونه شرط و شرایط خودشان می‌دانند، نفس بدی خودشان آورده. ما با این کارها خاتمه گذاشتم در کار. در ظرف من اشاره میکنم
بار دیگر از 25,000 انشاءاتی که در ظرف 30 سالگی آمادگی به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی 90% همین صاحبکارا بنیاد کرد. صدها مؤسسه تعلیمی بنیاد کرد. حساب خودشان چی آنها قرض دارند؟ همکاری کردن مادر کار، شرایط دادن مادر کار است. سیستم های بیوروکراتی را حاضر هم از بین بردن در کار. اصلا حاضر در به شرافت 35 سالگی بسیار بسیار ویست. من نایای دوردست بودن صاحبکارا چگونه کار میکنن؟ اونا با چشم سر دیدن در کار. در زادگاهشان، محلهای زیستشان، خب جای تولدشان، چگونه مکتب‌ها ساختن، چگونه دهات خود را به یک مرکزی به نهایت بهترین گوشه اروپا است. حساب خودشان هم جای کاری، هم برای آموزگارا شرایط درجه عالی. چگونه این گونه صاحبکارا را ما دستگیری نکنیم؟ صاحبکاران حالی هستند تا 5,000 جای کاری تأسیس دادند. تا 5,000 3,000 جای کاری تأسیس. حتی وقتی من درباره مستحکم کردن سرحد در یکی از جلسات برآمد کردم، من یگان کس سفارش ندادم. همین شب و روزها در سطح ما با کشور همسایه زیاده از 30 دیدبانگاه سرحدی را صاحبکارا 30 دیدبانگاه را شروع کردند. 21 دیدبانگاه دیگر در، یعنی 52 دیدبانگاه سرحدی. میدونید چقدر مبلغ میشه؟ خودشان. من یگان کس التماس وی نکردم. ذکر باید کرد که طی 20 سال آخر با کشور بیش از 152 میلیارد سامانی سرمایه خارجی از جمله 60 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم جلب کرده شده است. از مبلغ ذکر شده سرمایه مستقیم زیاده از 36 میلیارد سامانی آن تنها برای رشد ساحه صنعت جلب گردیده است. در 5 سال آخر به ساحه‌های مختلف اقتصاد ملی بیش از 15 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم خارجی جلب کرده شده است، ولی این نشان دهنده هنوز به طلبات رشد اقتصادیات جواب نیست. تا سال 2025 در کشور تطبیق بیش از 200 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی پیش بینی گردیده. تنها به بخش واقعی و انفراستراکچور زیاده از 82 میلیارد سامانی سرمایه‌گذاری کرده میشه. حالا ما قریب 100 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی داریم. یعنی باز 100 لایحه دیگر تا در ظرف 3 سال دیگر زیاد میشه. تأکید می‌نمایم که در شرایط تحولات با سرعت و پیشگویی نشونده اقتصاد ملی، رقابت‌های شدید برای دسترسی به ذخیره‌ها و پیامدهای تغییریابی اقلیم، باید در کشور تمام وسایل معاصر فعالگردانی سرمایه‌گذاری به طور وسیع استفاده برده شود. دوستان عزیز، ما این تجربه را سالهایی که تاجیکستان در معاصره اقتصادی قرار داشت، در معاصره اقتصادی و کمونیکاسیونی، الان همون سالا ما همین تجربه را استفاده برده که به صاحبکارا دست نرسانیم، برعکس کمک کردن در کار. آنها از تمام گوشه کنار دنیا مال و محصولاتی که برای مردم تاجیکستان در کار است، برای طلبات تامینات بازار استعماری دسترس میکنند. همین طور هم شد. الان حالا
همون زمان رسیده است. ببینید حالا بسیار دولت ها علاقه تحریم ها نه که ایزولیاسیا کرده ایستانه مال و مسائل را برآوردن نمیگذارند. در اینجا همین صاحبکاری آزاد در کار که صاحبکاران ما آزاد باشند. از این لحاظ مکانیزم مبلغ‌زاری فاندهای مخصوص در سمت تطبیق لایحه‌های سبز خصوصا برای راه‌اندازی برنامه و لایحه‌های مقصدناک رشد اقتصادی سبز از جمله انرژی سبز باید وسیع جاری کرده شود. وابسته به این وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، مالیه، کارهای خارجی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر ساختارهای دخلدار از ضرور است که جهت جلب مبلغ‌زاری سبز برای تطبیق لایحه‌ها در ساحه صنعت و انفراستراکچور کشور خصوصا لایحه‌های دارای اهمیت اکولوژی و آذوقه‌واری چاره‌جویی نمایند. تدبیرهای در سمت رشد صنعت و افزایش حجم 3 سالی محصولات ساحه اندیشیده شده امکان فراهم آوردند که در 5 سال آخر افزایش نامگوی محصولات صنعتی استحصال وطنی با زیاده از 40% رسانیده شد. در این دوره 1382 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی با تأسیس 15,000 جای کاری نو ساخته مورد استفاده قرار داده شد. عموماً اگر سال 1991 در مملکت همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری فعالیت داشته باشد، پس در زمان صاحب استقلالی 2500 کارخانه استحصالی بنیاد گردیده. سال 2022 2800 کارخانه صنعتی با 85,000 جای کاری فعالیت کرده ایستادند. اگر ما در ظرف 5 سال هر سال 500 انشاءات و کارخانه استحصالی بنیاد کنیم، چقدر جای کاری میشه؟ تنها سال 2022 بیش از 500 کارگاه و کارخانه استحصالی با 6,000 جای نوی کاری به فعالیت آغاز کردند و برای تا 43 میلیارد سامانی افزایش یافتن حجم استحصال محصولات صنعتی در سال 2022 مساعدت نمود. ولی این نشان دهنده ها با در نظر داشت ذخیره و امکانیت های کشور از جمله اشیاء خام وطنی، اقدارهای استحصالی، ذخیره‌های مهنتی، انرژی سبز و طلبات افزاینده به محصولات صنعتی در داخل و خارج کشور جهت نائل شدن به یکی از هدفهای استراتژی ما صنعتی کنانی با صورت هنوز ناکفایه میباشد. همچنین قاطع نشان میسازم که نشان دهنده های صادرات مملکت حالا هم در سطح پست قرار دارد. بنابراین وزارت صنعت و تکنولوژی های نو را ضرور است که یکجا با کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، وزارت و اداره مربوطه، رهبران ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و صاحبکاران و سرمایه‌گذاران کار را جهت تأسیس کارخانه‌های صنعتی با تکنولوژی معاصر مهیا نمودن جاهای کاری نو و افزایش دادن استحصال محصولات نیایی دارای ارزش بلند علاوه شده مساعد باشد. در این روند و تأسیس مجموعه‌های صنعتی، پارک‌های تکنولوژی، تهیه و تطبیق نمودن لایحه‌های شریکی دولت و بخش خصوصی، جاری کردن تکنولوژی‌های اینواسیونی، استفاده تجهیزات کم مصرف برقی و جلب باز هم بیشتری سرمایه مستقیم باید اعتبار اولین درجه داده شد. از جمله در 3 سال می‌آینده برای با شغل تامین نمودن اهالی باید جهت تأسیس دادن 30 پارک تکنولوژی و منطقه صنعتی در شهر و ناحیه‌های دوردست مملکت چاره‌های ضروری اندیشیده شد. همچنین به وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو سپارش داده می‌شود که یکجا با وزارت اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی
و در همکاری با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران جهت بنیاد کارخانه‌های صنعتی کارگر از جمله در شهر دوشنبه از آغاز سال 2023 مرحله به مرحله ساخته و استفاده دادن 4 کارخانه تا استحصال محصولات نهایی کارکرد کردن متال‌های قیمت‌بها تدبیرهای ضروری اندیشند. یعنی ما هدف داریم که در شهر دوشنبه اینا واردات می‌بینیم که جواهرات چقدر زیاد، نه همه آن جواهرات است، نه استاندارد نه دیگر ساختارهای نظارتی ما درست نظارت نمی‌کنند. در بسیار حالت مردم ما را فریب می‌کنند، تاجران دیگران. محصولات‌های بی‌صفت زرد کرده میارن، یک سال پس نگاه میکنی که سیاه شده رفت، والیوتا برآمده رفته سال است. یعنی ما سپارش دادیم که از استحصال متال‌های قیمت‌بهای وطنی تا حجم 3 تانه در شهر دوشنبه کارکرد تا محصولات نهایی و برای مردم پیشکش کردن، هم برای صادرات. با حکومت مملکت سپارش داده می شود که با مسئله استخراج کارکرد متال‌های رنگه از کان‌های معین شده از جمله سرمه، لیتی، ولفرام، نیکل و دیگر متال‌ها اهمیت خاصه داده برنامه از خودکنی و در داخل مملکت تا محصولات نهایی کارکرد نمودن آنها را تهیه و عملی سازد. مخصوصا سرمه این محصولات بسیار استراتژی است. تاجیکستان انا ذخیره همین متال در تاجیکستان در دنیا جای اول را میگیرد. اون در کار میشه. اینا استفاده کردن. در برابر این وزارت صنایع و تکنولوژی نو باید در همکاری با وزارت و اداره داخلدار و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی با مقصد استفاده پوره امکانات‌های کشور در سمت رشد صنعتی سبک استراتژی ملی رشد استحصال کارکرد پخته و صنعتی نساجی را تهیه و برای تصدیق به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. در این سمت وزارت صنایع و تکنولوژی نو وظیفه دارد است که یکجا با وزارت کشاورزی، وزارت اداره داخلدار و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهرنمایی‌ها با جلب سرمایه و تطبیق لایحه‌های شریکی دولت و بخش خصوصی جهت در 3 سال می‌بعد بنیاد کردن و به کار انداختن مجموعه‌های کارکردی نهایی نخی پخته در 5 شهر نمایه از جمله شهرهای دوشنبه و کلاب چهارراه‌های سری وقتی است. با وزارت‌های صنایع و تکنولوژی نو، رشد اقتصاد و سودا، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می‌شود که فعالیت پرثمر کارخانه‌های صنعتی دولتی و خصوصی را که از کار باز ماندند یا ناپوره فعالیت می‌کنند تأمین سازند. وزارت اداره ذکر شده در همکاری با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران در سال 2023 کارخانه‌های روغنبراری شهرهای دوشنبه، باختر و کانی بادام را توسط مجهزگردانی با تکنولوژی‌های معاصر با اقتدار استحصالی سالهای قبلی آنها برقرار نماید. هر وقت من شهر باختر میروم با همون یا که مخصوص ما را با همون کوچه میبرن که من در همون کارخانه کار و فعالیت کردم. سالهای 71 75 تا خدمت بعد خدمت یکی حالا ورانگار است. رهبرت ولایت ختلان، صاحب ملکا، صاحب کارانی که صاحب این وضع شدن باید فکر کنید اقلاً به شرافت آن که رهبر دولت در همین کارخانه کار و فعالیت کرده است و فعالیت مهنتی اش را از همین کارخانه شروع کرده است. من صنعتچی هستم. خب هم کشاورز با صنعت بعد باز خدمت با دیگر صاحب.
نه اونقدر خراجات زیاد در کن. حالا طلبات بازار استعمالی مملکت با روغن استعمالی همگی 20% تامین میشه. اگر ما سه کارخانه‌ای که نوبر کردن ما برقرار نماییم نه اونقدر خراجات زیاد میرود. ما 70% طلبات بازار استعمالی خود را با روغن استحصالی وطنی تامین می‌نماییم. یکی از نمودهای محصولات استعماری برای مردم. گرچند صنعت داروسازی سالهای اخیر تدریجاً رشد یافته، حالا در کشور استحصال 540 نمود داروواری برآمده شده است و حجم محصولات صنعت سال 2022 نسبت به سال 2021 3 برابر افزایش یافته است. ولی امکانیت‌های استفاده نشده در این سمت هنوز خیلی زیادند. تنها در ظرف 2 سال واردات داروواری از خارج کشور 100 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل. با مقصد رشد می‌آمده صنعت داروسازی با وزارت صنعت و تکنولوژی نو و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ضرور است که یکجا با دیگر ساختار و مقامات و با جلب سرمایه مستقیم تأسیس دادن و به کار انداختن کارخانه‌های معاصر استحصال داروواری، کارکرد وسیع گیاه‌های شفابخش و از لحاظ اکولوژی تازه وطنی و باز هم زیاد نمودن حجم استحصال محصولات داروواری را تأمین نمود. خاطر نشان می‌نمایم که دسترسی به منزل یکی از سمت‌های مهم حیات اجتماعی بوده. از جانب حکومت مملکت تا امروز در این سمت کارهای زیاد به انجام رسانیده شد. از سال 2000 تا سال 2022 حجم سالانه به استفاده سپردن منزل از 245 هزار متر مربع به زیاده از 1.5 میلیون متر مربع رسیده است. با مقصد بهتر کردن شرایط زندگی مردم کشور تنها در 10 سال اخیر 72,000 گکتار زمین‌های نزدیالگی برای بنیاد بیش از 14 میلیون متر مربع منزل استقامتی به اهالی مملکت جدا گردیده است. در ظرف سالهای صاحب‌سالی به 1,450,000 عائله زمین نزدیالگی برای بنیاد منزل جدا کرده داده شده است. 1,450,000 عائله، من یک بار دیگر تکرار روشن میگم، یک عائله ما 6,400 نفر را تشکیل میکنه. این قریب 9 میلیون نفر. یعنی 140,000 گکتار زمین جدا گردیده با بیش از 9 میلیون نفر شهروندان ما امکانیت پیدا کردند که شرایط استقامتی خود را بهتر نمایند. در ظرف 70 سال گذشته همگی 77,000 گکتار زمین در یک عائله تا 4-5 عائله هم بودند. فرزندان همراه کلون و کودک‌های دیگر هر روز پدر و مادر اونا با همون جنگ و جدا وای کردن سرگردان بودند. چقدر عائله‌ها از همین سبب جدا میشدند. حالا که کارهای آبادانی و سازندگی، ساختمان بیناهای تعیینات گوناگون از جمله بیناهای استقامتی بلند آشانه و انشاءات اجتماعی تا را وسعت گرفته ایستادند، طلبات به مسئله ساختمان از جمله سنگ‌های آرایشی زیاد گردیده. یک قسمی آنها تا هنوز از خارج کشور وارد کرده میشد. تنها سال 2021-22 با مبلغ 10 میلیون دلار سنگ‌های آرایشی وارد شده است. قریب 3 میلیون دلار فقط خراجات راه برای همین سنگ‌ها را وارد کردند. صاحبکاران خراج بای کردند. در تاجیکستان ذخیره سنگ‌های بناکاری از جمله مرمر و خاراف فراوان است که در داخل و خارج کشور با آنها طلبات خیلی زیاد می‌باشد. با در نظر داشت امکانیت‌های ذکر شده پورا برای ماندن استخراج و کارکرد آنها از جمله سنگ‌های آرایشی می‌تواند یکی از منبع‌های افزایش
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, таъсиси ҷойҳои кори нав, зиёд намудани содироти маҳсулот ва дар маҷмӯъ таъминкунандаи рушди иқтисоди кишвар гардад. аз ин лиҳоз вазорати саноат ва технологияҳои нав ва агентии содирот вазифадор карда мешаванд, ки якҷо бо саридораи геология ва корхонаҳои соҳат дар ояндаи наздик истихроҷу то маҳсулоти ниҳоии сохтмон, коркар кардани сангҳои ороишӣ ва содироти онҳоро ба хориҷи кишвар баромад. инчунин бо мақсади афзоиш додани истеҳсол ва содироти маҳсулоти саноатӣ дар ноҳияи Ёвон корхонаи бузурги истеҳсоли масолаи сохтмон бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ аз ҷумла гашсан сохта соли 2023 ба кор андохта шаванд. ин корхона хеле корхонаи бузург мешавад, қариб бо ҳаҷми иқтидори 30 миллион метри мураббаъ, бузургтарин дар минтақа барои ҳам таъминоти дохилӣ ва махсусан барои содирот. сохтмон бе ин маҳсулот пеш намеравад. бо дар назар дошти афзоиш ёфтани аҳолӣ, инчунин зиёд шудани талабот ба бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ ва манзилҳои исқоматӣ, бори дигар таъкид менамоям, ки роҳбарону мутахассисони кумитаи меъморӣ ва сохтмон, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти марбута ҳангоми бунёди иншооту биноҳо ба риояи ҳатмии қоидаву меъёрҳои шаҳрсозӣ ва сохтмон эътибори аввалиндараҷа зоҳир намоянд. дар ин самт зарур аст, ки истифодаи васеъи унсурҳои меъмории миллию замонавӣ, технологияҳои муосир ва масолаи сифатноки сохтмон таъмин карда шавад. тоҷикистон яке аз давлатҳои дорои захираҳои бузурги истеҳсоли нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза мебошад. чунон ки борҳо таъкид кардам, ҳоло 98% барқ дар нерӯгоҳҳои барқии обӣ истеҳсол карда мешавад ва аз рӯи ин нишондиҳанда, яъне фоизи истеҳсоли энергияи сабз, кишвари мо дар ҷаҳон ҷойи шашумро ишғол менамад. ҳамин қадар конференсияҳо, дигар вазифагузориҳо, ӯҳдадориҳое ки давлатҳо ва мегиранд, то соли 2050 50% яъне кам карданашон дар кор. мо 98 қариб 100% энергияи сабз истеҳсол мекунем. аз рӯи кам будани ҳаҷми партови газҳои гулхонаӣ низ тоҷикистон дар яке аз ҷойҳои баландтарин қарор дорад. дар хизмати тоҷикистон дар масъалаҳои глобалии иқлим бисёр арзишманд аст. намедонам ин нишондиҳандаҳои баъзан кишварҳои дигар намешуд чӣ қадар аз лиҳози ҳамин ҳам сармоя ҷалб мекарданд, ҳам иқтисодиёт корхонаҳои саноатӣ литсензия мегирифтанд, ҳам ба бозори ҷаҳонӣ маҳсулоти иқтисоди сабзро ҷорӣ мекарданд. мо худамон вай ҳастем. дар сурати истифодаи нерӯи барқи тозаи дар кишвар истеҳсолшаванда дар воситаҳои нақлиёти барқӣ метавон талаботи мамлакатро аз маҳсулоти нафтӣ коҳиш дода, ба ин васита ба ҳифзи муҳити зист ва беҳтар намудани вазъи экологияи мамлакат мусоидат намуд. дар робита ба ин ба вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав ва нақлиёт супориш дода мешавад, ки ҷиҳати дар дохили кишвар баро мондани истеҳсоли воситаҳои нақлиёти барқӣ тадбирҳои мушаххас андешад. мо солҳое буд, ки солҳои аввале ки мо иҷозат додем имтиёзот, то 93 000 нақлиёт дар як сол ворид гашт. агар ба ёд дошта бошед, ман баъзан гапҳои суханҳои ваам гуфта будам. баъзан аъзои ҳукумати мафкураҳои бюрократӣ дошта, ки аз ҳама ҳисоб даромад гирем, ҳисоб кунем.
анакун мардум сир шуда истодааст. аз мошинои ки онра вай карда дидан ки зиёнаш чиаст, фоидаш чиаст. ҳозир сурати ворид шудани технологияи мошинои автомошинои нав 50% воридоти техника аз шумор кам шуд. 30,000, 35,000, 29,000 автомобилҳои нав ворид шуда истодааст. ин хуб аст. яке ҳаҷман нигоҳ кунед он аз берун ворид шуда. агар мо вазорати саноат ҳукумати ҷумҳурӣ бо ширкатҳои вай пешрафтаи вай ҳамкорӣ кунем бозор аст. барои мо бозор аст. 30,000 ин як корхонаи саноатиро талаботша қона мекунад. барои чӣ дар ин ҷо ташкил накунад? истеҳсолот чораҷӯӣ карда монда кун. инчунин ҷиҳати таблиғу муаррифӣ кардани бартарии экологии маҳсулоти саноатӣ бо истифода аз энергияи сабз истеҳсол гардидаи кишвар зарур аст ки корхонаҳои ватанӣ барои пеш гирифтани сертификати истеҳсоли сабз аз мақомоти махсусгардонидаи байналмилалӣ чораҷӯӣ намоянд. кадоме ки аз 1 январ кадоме ки агар корхонаҳои саноатӣ давлатҳое ки агар энергияи сабз набошад маҳсулотша бозори ҷаҳонӣ дароварданда ва чанд фоизи зиёд налог месорад андоз. аммо баръакс агар мо сертификат гирем корхонаҳои саноатӣ бозорро кушода мешавад. бо мақсади расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқ дар идомаи корҳои дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба анҷом расида ҳоло татбиқи боз 20 лоиҳа ба маблағи 17 миллиард сомонӣ идома дорад. аз ҷумла имсол таҷдиди нерӯҳои барқи оби сарбанд бо тавонои 270 мегаватт ба маблағи 1 миллиарду 360 миллион сомонӣ пурра ба охир расида, таҷдиди нерӯҳои барқи оби норак ба маблағи 7 миллиард сомонӣ ва қайроқум ба маблағи умумӣ 2 миллиард сомонӣ. инчунин сохтмони нерӯҳои барқи оби себзор ба маблағи 612 миллион сомонӣ дар ноҳияи рошқалаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва нерӯгоҳҳои бодиву офтобӣ дар ноҳияи Мурғоб ба маблағи умумӣ 170 миллион сомонӣ бо маром идома дорад. бояд гуфт ки баъди 50 соли фаъолият агрегати якуми нерӯгоҳи норак пас аз таҷдид бо харҷи беш аз 800 миллион сомонӣ бо тавоноии 375 мегаватт моҳи октябри соли 2022 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бо пурра ба анҷом расидани корҳои таҷдиду азнавсозӣ ва муҷаҳҳазгардонӣ бо таҷҳизоту технологияҳои муосир ба нерӯҳои норак умри дубора бахшида шуда иқтидори кории он иловатан 775 мегаватт зиёд мегардад. ҳатто аз иқтидори нерӯҳои барқи оби сангтуда ягам зиёд. баъди бунёди нерӯҳои барқи обии Роғун умри норак бод 1 баробари дигар зиёд мешавад. инчунин корҳои сохтмон дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо маром пешрафта истодаанд. бо ин мақсад дар соли 2022 3,2 миллиард сомонӣ равона карда шуд. проблема дӯстони азиз соли дуюм аст ки дар Тоҷикистон дефитсити қувваи қобили меҳнат. имрӯз бояд дар сохтмони нерӯҳои барқи обии Роғун қариб 20,000 сохтмончӣ кор карданаш дар кор.
امروز همگی 12,500 امروز در ساختمان‌های شهر دوشنبه در کارخانه‌های صنعتی که من در شهر خوجند بودم در دیگر قوای قابل محنت نیست. در برابر این باید گفت که سالهای آخر تلفات تکنیکی برق با وضع مالیوی شرکت کارخانه‌های ساحه تاثیر منفی رسانیده ایستاده است. عموما در ظرف استقلالیت مانایی که نیروگاه‌های برق آبی سنتوده 1 سنتوده 2 راه ساختیم، ما تمام سیستم انرژتیکی مملکت را پورا تجدید کرده ایستادیم و قریب به اتمام رسانیدیم. $10 میلیارد ما خراجات کردیم خطهای برق. خب پستانس‌های زیرایستگاه‌ها تاجیکیش قضیه زیرایستگاه‌ها اساساً زیرایستگاه‌های بزرگ حتی خرد بین دیه‌ها رو نیست سیستم انرژتیک رو ما پورا تعمیر و تجدید کردیم. برابر بنیاد کردن نیروگاه‌های برقی آبی نو. ولی تلفات نیروی برق حالی هم 20%. از این لحاظ وزارت انرژی و ذخیره آب و جمعیت سهامی شرکت تقسیمات برق را ضرور است که تطبیق با صفت و سری وقتی لایه‌های کم نمودن تلفات نیروی برق را با مبلغ 2.4 میلیارد سومانی و نصب بیش از 800,000 حسابکنک برقی را در شهر و ناحیه‌های مملکت در مهلت‌های مقرر شده و با صفت بلند تأمین نماید. وزارت انرژی و ذخیره آب همچنین وظیفه‌دار کرده می‌شود که یکجا با شرکت و کارخانه‌های ساحه برای تأسیس دادن نظام یگانه و متمرکز بیلینگی نصب حسابکنک‌های ذهنی و با این وسیله تا آخر سال 2025 تا سطح 9% پس نمودن تلفات و جمع‌آوری پوره مبلغ برقی استفاده شده، اینچنین استفاده ثمرناک ذخیره‌های موجوده ساحه چاره‌های فوری اندیش. در برابر این تاکید می‌نمایم که مردم شریف کشور باید مدنیت استفاده نیروی برق یعنی صرفه‌کاری را رعایت کنند و توسط استفاده تجهیزات کم مصرف و پس کردن تلفات ثمرناکی استفاده آن را تأمین نمایند. همزمان با در نظر داشت امکانات و ذخیره‌های انرژی سبز در کشور وزارت‌های انرژی و ذخیره آب، صنعت و تکنولوژی‌های نو، رشد اقتصاد و سودا، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و اکادمی ملی علم‌ها با تأسیس گروه کاری بین اداروی مسئله امکانیت و دورنمای رشد انرژتیک ودرادی یعنی نیروی هیدروژنی را همه جانبه آموخته با حکومت مملکت پیشنهاد مشخص منظور نماید. در شهرهای پیلوتی که در شهر خوجند، شهر دوشنبه، ناحیه سینا حالا گذراندن با حساب کنک‌های بیلینگی تلفات قریب 80-90% از بین رفت و جمع‌آوری مبلغ‌سپاری قریب 100%. این در رفت آماده کرده هر چیز زودتر عملی کرده آماده کرد. حاضرین گرامی، با مقصد بهتر نمودن وضع راه و شاهراهای ماشینگر و با کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان در 5 سال آخر در ساحه نقلیات 13 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ 5 میلیارد و 130 میلیون سومانی عملی گردیده. در نتیجه 250 کیلومتر راههای ماشینگر، 42 پل، 4 دالان و یک چند استکاده بنیاد کرده شد. حالا در ساحه باز 17 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی
با مبلغ عمومی 11 میلیارد سومانی عملی گردید ساده است. در 3 سال آینده 6 لایحه با مبلغ 7.4 میلیارد سومانی به انجام رسیده. 317 کیلومتر راه بین المللی ماشینگر، 32 پل، 5 نقل با درازی 11.2 کیلومتر و 7 دالان به استفاده داده می شود. کارهای در ساحه انجام داده شده امکانیت فراهم آوردند که موقع تاجیکستان در ظرف 4 سال اخیر طبق ارزیابی فورم جهانی اقتصادی در رده‌بندی جهانی صفت راهها در بین 138 دولتی به تحقیقات فرا گرفته شده زینه 50 را استوار نگاه دارند. این کار خوب است. جهتی ادامه کارهای تجدید و از نوسازی راهها و تقویت امکانیت‌های ترانزیتی کشور در سال 2022 تطبیق 3 لایحه سرمایه‌گذاری از جمله تجدید یک قسم راه ماشینگرد دنغره باختر و راه ماشینگرد دوشنبه کلمه در قطعه قلعه خونوانج سرحدی ناحیه روشن آغاز گردید. همزمان با این تطبیق لایحه ساختمان راه ماشینگرد راغون آبیگرم نورآباد با مرام ادامه دارد. سال 2022 کارهای لایحه‌کشی آید به تجدید و بنیاد راههای ماشینگرد خوشجل کالیبادان و روشن خاروق تهه ورشیز آغاز شده. علاوه بر این سال 2023 تطبیق 5 لایحه دیگر از جمله ساختمان راههای ماشینگرد گلستان کلاب 32 کیلومتر، دنغره گلستان 49 کیلومتر، گلستان فرخار 40 کیلومتر، باختر لیوکن دنغره 40 کیلومتر، 4 قطعه راه در ولایت سوق 52 کیلومتر و ساختمان پلها در بالای دریاهای غوند، شارف دریا و دالانها در منطقه برسیم در ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز می‌گردند. از بس که کشور ما کوهستان است، مسئله بنیاد راه‌ها خیلی زحمت کشیده. راه و پل‌ها خیلی زیاد. در دنیا چنین کشور کم است، 93% کوه. هر سال باز آفت‌های طبیعی، سیل و یخ و آقیزها، هر سال خسارات کلان پیش از همه بر راه‌ها می‌آید. در این جاده با راهبران ولایت‌ها و شهر ناحیه‌های مملکت ضرور است که با استفاده از امکانیت و تشبس‌های سازنده شاهکاران و شخصان سخاوتمند کارها را در سمت بنیاد و از نوسازی راه‌های داخلی و بین دیه‌ها، محل‌های اهالینشین و مرکزهای شهر و ناحیه فعال گردانند. همچنین برای وسعت‌بخشی کارهای بنیادکاری و سازندگی، آباد و زیباگردانی همه گوشه و کنار مملکت و در نوبت اول تأمین نمودن رشد همه‌جانبه دیهات کشور با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی، گذرانیدن آزمون‌های شهر و ناحیه، شهرک و دیه، محل اهالینشین و خانه بهترین برای مانده شود. نمایندگان حکومت در شهر ناحیه از حال تشکیل کردند. 73% اهالی مملکت ما در شهر خود ناحیه‌های دوردست کوهستان زندگی می‌کنند. اهالی ما در فکر ذکر آنها باشیم. بسیار کارها را در خودی با مردم با طریق اشر و جلب صاحب کاران و بعضا آن لایه‌ای که وای میشد حساب لایه‌های سرمایه گذاری دولتی نیست،
сафарбар кардани мо дар кор аст. ин яке аз вазифаҳои аввалин дараҷаи мо бо шарофати 35 солагӣ метавонем карда. барои мардуми мо ташаббускор дар кор, ташаббускор дар ҳар як маҳаллу деҳот вақте ки ман меравам мулоқот мекунам бо мардум бибинам аслан мегӯям ягон кас не мардум дар ташаббускор дар кор, сарвар дар кор, сарваре ки қобилияти ташкилотчигӣ дорад. патриот аст, ҳисси баланди миллӣ дорад, ватандӯст аст, ватанпараст аст. барои ҳамин рӯзаш омада рӯзаш кур карда рафтан не. дигар аз мои шумо чизе бохой намемонад. ғайри як гӯшаи обод дигари чи ки буданд? собиқ вазирао дигар ки ёд дорад? ҳамин тавр не? ҳамчунин ба ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад ки барои тавсеяи имкониятҳои транзитии кишвар, баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои соҳаи авиатсияи гражданӣ ва таъмин намудани рақобатнокии онҳо ҷиҳати ҷорӣ намудани низоми фазои кушод чораҷӯӣ намуд. рушди соҳаи алоқа махсус таъмин намудани суръати баланди интернет ва дастрас будани нархи он барои рушди иқтисоди рақамӣ, цеҳни сунъӣ, таъмин намудани амнияти иқтисодӣ, ҷалби сармоя ва ташкили паркҳои технологиву инноватсионӣ зарур мебошад. ҳоло дар кишвар шумораи муштариёни интернет ба 4,5 миллион расидааст ки ба 100 нафар аҳолӣ 45 муштарӣ рост меёбад. вале таъкид менамоям ки суръат ва арзиши интернет ҳанӯз қонеъкунанда нест. аз ин лиҳоз хадамоти алоқа вазифадор аст ки якҷо бо ширкатҳои дар соҳа фаъолияткунанда барои беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо, паст кардани арзиши хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ ва интернет ва дастрас гардонидани интернети баландсуръат дар тамоми минтақаҳои кишвар аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои дурдаст тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намояд. ҳамчунин ҷиҳати фароҳам овардани заминаи муосири ҳуқуқӣ барои ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дар назардошти пешравию таҳаввулоте дар ин соҳа дар миқёси ҷаҳон ба вуҷуд омада сохтору мақомоти марбута вазифадор карда мешаванд ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи алоқаи барқиро дар таҳрири нав таҳия ва пешниҳод намояд. сайёҳҳо ба куҷо мераванд? ба ҳамон кишваре мераванд ки суръати баланди интернет вай аст. ба ҳамон ҷо мераванд. ҳозирини гиромӣ, вазъи ҳасоси ҷаҳони имрӯза махсус ба танқисии шадиди озқавори дучор гардидани чоряки кишварҳои дунё моро водор месозад ки ҷиҳати таъмин намудани ҳадафи стратегиямон ҳифзи амнияти озқавори тадбирҳои иловагӣ андешад. солҳои охир бо вуҷуди таъсири манфии омилҳои берунӣ пайи ҳам омадани хушсолӣ ва маҳдудсозии содироти озқаворӣ аз ҷониби кишварҳои ҷаҳон маҳз бо заҳмати шабонарӯзии кишоварзони мамлакат амнияти озқаворӣ ва фаровонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ таъмин карда шуд. ман аслан мегӯям ба кишоварзон, аслан мегӯям ки супориша фаҳмидан муроҷиатҳои роҳбари давлат аз як замини обӣ то 3-4 ҳосил рӯй онда. ва мои шумо ҳамин сол дар фасли тобистон шоҳид будем ки ҳатто дар минтақаҳои
که اسرای عصر چنین حادثه رو نمیداد. من در نظرم در منطقه اروپا دریاها خوش شدند. دریاها خوش شدند. زراعت‌های کشاورزی به آب مانده خوش شده از بین رفتند. اما در سرگاه آب قرار داریم. زمین حاصل خیز داریم. اگر باز خوبتر می‌اید زحمت کشیم از این حاصل باز فراوان گرفتن اما ممکن. از جمله سال 2022 استحصال غله‌دانگی‌ها با 1,600,000 تonna، کارتوشکا 1,000,000 تonna، میوه سبزیجات 3,300,000 تonna، 200,000 تonna استحصال کرده شده است. این خوب است. در زمان سال‌های از همه بهترین در جمهوری تاجیکستان زمان‌های پیش 70 سال پیش 80 سال پیش ما مقایسه تعلیم کرده برآمدیم. از همه سال‌های و 180 تا 200,000 تonna کارتوشکا استحصال شده است. خلاص حاضر ما با 1,000,000 تن، لیکن اهالی هم افزایش یافت. طلبات و بازار استعمال زیاد است. در نتیجه طی 5 سال اخیر سرعت رشد سالانه استحصال محصولات کشاورزی به حساب میآید در سطح 7% نگاه داشته شده 1.4 برابر افزایش. استحصال گوشت پرنده در این دوره 8 برابر زیاد شده، حجم واردات آن 11 برابر کم گردید. وقتی که مقصد گذاشتیم بسیاری باور نداشتند. بشود است کنید. ولی گوشت پرنده گوشت و تخم پرنده ما اجازه دادیم برای صادرات. اما اگه 2 سال پیش تا 80 میلیون دلار ما ایمپورت میگرفتیم از خارج در یک سال. در 5 سال اخیر حالت ملارتی 50,000 هکتار زمین بهتر گردانیده 13,000 هکتار زمین نو از سود و 23,000 هکتار زمین از گردش کشاورزی بیرون مانده به گردش وارد کرده شد. در دایره سفارش‌های داده شده‌اند تجربه کشاورزان مملکت وابسته به مدنیت زمینداری بخصوص در کشت تکراری و گرفتن حاصل علاوه‌ای بهتر گردیده. میدان کشت زمین‌های تکراری در 5 سال اخیر از 90,000 هکتار به 213,000 هکتار رسید. دوستان عزیز، در وقتی که من زمین تقسیم کردم برای مردم برای منزل استقامتی، راستیگه کمتر خدمم وای داشتم، خواطری داشتم که چیکار میکنیم برای استحصال مواد غذایی زمین کم میشه. فکر کرده برآمدیم با کدام راه ما میتوانیم که این زمینی که با مردم تقسیم کرده دادیم این را کمپنساسیون کنیم، یعنی تامین کنیم برای مستعمل. انا همین راهی کشت تکراری ما را از همه چیزها رهانید. اگر 140,000 هکتار ما برای منزل استقامتی داده باشیم 213,000 هکتار با واسه کشت تکراری ما این رقم را باید، یعنی حجم استحصال محصول برعکس به جای کم شدن زیاد شد. با وجود این امکانیت ها در سمت ثمره‌ناک استفاده بردن آب و زمین، بلندبر داشتن مدنیت زمینداری و حاصلناکی زراعت تا حال پورا استفاده نشدند و چنین وضع از راهبران و مسئولین اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای را طلب می‌نماید. طبق معلومات 85% زمین‌های کارم کشور آبیاری کرده می‌شوند و بیش از 90% حجم استحصال محصولات رستنی پروری از این حساب تامین می‌گردد. در برابر این استفاده زیاده از 40% زمین‌های آبیاری شونده از کار پایگاه‌های آبکشی وابسته می‌باشد. از این لحاظ راهبران و متخصصان وزارت کشاورزی،
کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری، اکادمی علم کشاورزی، ولایت‌ها و شهر نایار را ضرور است که با در نظر داشت افزایش اهالی جهت زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی و بهتر نمودن حالت ملت زمین‌ها و تجدید و برقرارسازی انشاءات آبیاری اعتبار اولین درجه. با این مقصد ضرور است که لایحه برنامه دولتی از خودکنی زمین‌های نوی آبیاری شونده و برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده برای دوران میان مهلت تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد کرده شود. سریداره گیولوژی و اکادمی علم کشاورزی ذخیره‌های موجوده کندنی‌های فایده‌ناک را همه جانبه تحلیل کرده دایر به امکانیت‌های از خودکنی آنها برای استحصال نوری‌های معدنی به حکومت مملکت پیشنهادهای مشخص منظور ساخت. اینچنین وزارت صنعت و تکنولوژی نو یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها، شهر نایه‌ها و صاحبکاران جهت تأسیس دادن کارخانه‌های استحصال نوری‌های مینرالی تدبیرهای ضروری اندیشید. وکیلان محترم، سالهای آخر توجه مخصوص حکومت کشور به ساحه سیاحی امکان داد که در برابر افزون گردیدن شماره سیاحان شرکت‌های سیاحی وطنی نیز زیاد کرد. در 5 سال آخر با کشور ما بیش از 4 میلیون نفر از جمله سال 2022 1 میلیون نفر سیاحان وارد گردیدند. در این دوره برای پیشنهاد خدمت رسانی به آنها بیش از 600 و تنها سال 2022 100 انشاءات انفراستراکچور سیاحی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. خاطر نشان می‌نمایم که تاجیکستان از 1 ژانویه سال 2022 جهت جلب بیشتر سیاحان و سرمایه‌گذاران خارجی برای شهروندان 52 کشور خارجی اقدام یک طرفه واردشوی بدون روادید جاری نمود و ضرور است که این روند به طور ثمرناک عملی کرده شود. اینچنین با این مقصد برای شهروندان 126 دولت خارجی پیشنهادی روادید جمهوری تاجیکستان با ترتیب ساده کرده شده جاری گردیده است. برای تامین نمودن رشد میانبر ساحه سیاحی ضرور است که کمیته رشد سیاحی کارا جهت زیاد کردن نامگوی خدمت رسانی‌های سیاحی، بلندبر داشتن سطح و صفت خدمت رسانی‌ها در ساحه، راه‌اندازی وسیع سیاحی طبابتی، اکولوژی و کوهنوردی گسترش بخشد. اگر در یک قطار کشورهای عالم که سیاحی رشد سیاحی فقط موسمی باشد، در جمهوری تاجیکستان در 4 فصل سال میشود که ما سیاح شرایط مهیا کنیم و سیاح را قبول. در این روند باید با مقصد مسائل ثمرناک و با صفت بلند تطبیق نمودن لایحه‌های سرمایه‌گذاری سیاحت، ادامه دادن بنیاد انفراستراکچور سیاحی و استانداردهای جهانی جایگزین، بلندبر داشتن موقع بین‌المللی کشور، تشکل برند ملی فراگیری امکانیت‌های سیاحی و معرفی آن در عرصه جهانی، اینچنین تأمین اقتدار کادر سیاحت دقت جدی داده شد. با شغل پرمسئول تأمین نمودن اهالی یکی از هدف‌های استراتژی دولت به حساب رفته. برای تطبیق آن قبول برنامه‌های ساحوی و منطقوی ضرور است. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی را ضرور است که برنامه‌های میان مهلت رشد شغل را آماده و عملی نماید. با مقصد صاحب کسب نمودن شهروندان از جمله جوانان، حکومت مملکت را ضرور است که در اساس تحلیل وضع بازار مهنت داخلی و خارجی لایحه برنامه میان مهلت تیار کردن کادرهای کسبی زینه ابتدایی و میانه را از حساب جوانان برای ساحه‌های اقتصاد ملی تهیه و عملی نماید. وزارت‌های مهنت، مهاجرت و شغل اهالی
маориф ва илм, рушди иқтисод ва савдо ҳамчунин вазифадор карда мешаванд, ки дар асоси таҳлили ҳамаҷониба ҷиҳати самаранок гардонидани фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва касб омӯзии калонсолон оид ба гузаронидани ислоҳот дар низоми идоракунии ин муассисаҳо хулосаҳои худро дар муддати 2 моҳ ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. дар ин ҷода таъсис додани ҷойҳои корӣ ва фарогирии пурраи аҳолӣ бо шуғл вазифаи аввалин дараҷаи тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ҳар як роҳбари сохтору мақомоти давлатӣ ва соҳибкорон ба шумор меояд. вобаста ба ин супоришеро ки қаблан дода шуда буд, бори дигар таъкид менамояд. ҳукумати мамлакат то соли 2026 бо истифода аз тамоми имкониятҳо дар бобати ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб кардани шаҳрвандони аз 18 сола боло, ки касбу ҳунар надоранд ва саросар соҳибкасб гардонидани аҳолӣ чораҷӯӣ намояд. ин супоришро иҷро кардан ҳамон дар кор ҳатмӣ. ҳар як шаҳрванди аз 18 сола боло як касб дошта бошад, як ҳунар дошта бошад, ки зиндагии худаша пеш барад. дар ин самт зарур аст, ки ба беҳтар гардонидани сифати таҳсилоту касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва ба омӯзиши ихтисосу ҳунарҳои барои бозори меҳнат зарурӣ фарогирифтани аҳолӣ, хусусан ҷавонон ва занону бонавон тадбирҳои фаврӣ андешида шуд. муҳтарам аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагон, ҳамватанони азиз, давлат ва ҳукумати Тоҷикистон ҳанӯз аз оғози соҳибистиқлолӣ пешрафти бомароми соҳаҳои муҳими ҳаёти ҷомеа, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, илму маориф, тандурустӣ ва фарҳангро яке аз самтҳои асоситарин ва афзалатноки сиёсати худ қарор дода, барои расидан ба ин ҳадафҳо ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ карда истодааст. ҳоло бо мақсади дастгирии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ба ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад, ки ҷиҳати аз 1 июли соли 2023 то соли 2025 ҳар сол зиёд кардани андозаи кӯмакпулии унвонии иҷтимоӣ барои оилаҳои камбизоат, яъне аз 512 сомонии амалкунанда то 836 сомонӣ ва иловатан барои ҳар як кӯдаки оилаҳои мазкур мутобиқан ба ин давра аз 34 сомонӣ то 152 сомонӣ ҷудо кардани маблағҳо чораҷӯӣ намояд. Salamat olsun, salamat olsun. илова бар ин, бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии аҳолӣ пешниҳод менамоям. аз 1 марти соли 2023 музди меҳнати амалкунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ 25% ва дигар кормандони ин мақомот 20% зиёд карда шавад. аз 1 июли соли 2023 музди меҳнати кормандони муассисаҳои маориф, илм, тандурустӣ, соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва стипендияҳо 20% зиёд карда шаванд.
همچنین پیشنهاد می‌نمایم که از 1 ایولی سال 2023 اندازه نفقه زمینوی 20% زیاد کرده شود. نفقه های سقورتویی که در اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه های سقورتویی و دولتی تعیین و پرداخت می‌گردند به اندازه سطح تورم 2 سال اخیر ولی نه کم از 16% ایندکساسیا یعنی زیاد کرده شود. دیگر نفقه های عمل کننده به اندازه 20% از معیار نفقه زمینوی زیاد کرده شوند. خب دوستان عزیز نه این کارا نه وکیلان مردمی نزد مردم میروید، نزد انتخاب کنندگان از یکم میروید انتخاب میکنید و میکنید صحبت میکنید. همینطور نه کارتون از زمین سر بسم الله تون از زمین سر میکنید. من برای چی در بالاتر ایستاده گذاشتم؟ اگر ما شما با دست دل و نیت پاک با مسئولیت بلند زحمت کشیم منفعت ملت منفعت دولت را از همه منفعت را بالا گذاریم، این نشان دهنده که ما گفتم این کم است. از این 2 برابر و زیادتر ما میتوانیم که هر سال سطح صفت زندگی مردم خود را بلند کنیم. از خودی ما وابستگی دارد، از حالت کاری ما وابستگی دارد. وقتی می شود روی سرخ همه رهبر دولت در پیام نمیگوید که من فلان وزیر میگیرم از کار فلانش این نه اهمیت داده ایستاده. در پیام من خیلی خوب نیست. کردید تو رحمت گفتی ایستاده، خدمت کردیم خدمتاتون قدر کرده میشه، نکردید تو نکردید. ما مکتب را به حیث بارگاه علم و دانش، سواد و معرفت و آموزگار را چون شخصی مفکوره ساز و تربیتگری نسل نورست اعتراف کرده با آنها ارج و احترام گذاشتن را از جمله مسائل مهمترین می‌دانیم. زیرا اگر مکتب و آموزگار نباشد سطح معرفتناکی مردم پست می‌گردد، ملت بی‌سواد می‌ماند، جامعه و جهالت گرفتار می‌شود و در نتیجه این همه آرامی و صلح و ثبات، امنیت و آسایش و مهمتر از همه رشد دولت سخت خلل‌دار می‌گردد. وابسته به این بار دیگر تاکید می‌نمایم که بنیاد ملت متمدن از معارف آغاز می‌یابد. بنابراین غمخواری کردن به علم و معارف یعنی حل مسائل در انسان جای داشت، سرمایه گذاری به خاطر رشد نیروی انسانی میباشد. ما از به همین خاطر ما در سیاست اجتماعی دولت و حکومت رشد با نظام ساحه معارف، مقام و منزلت آموزگار و فراهم آوردن شرایط مساعد و بهتر را برای نورسان و جوانان یکی از سمت‌های افضل‌انداز دانسته برای رشد این ساحه مهم نظام اجتماعی همه چاره‌های ضروری را راه اندازی کرده است. مقصد از عملی ساختن تمام اقدامات در سمت رشد علم و معارف
بلند برداشتن سطح سوادناکی و معرفتناکی ملت، منتظم بهتر گردانیدن شکل و صفت تعلیم و تربیه کادرهای با طلبات زمانه جوابگو باشد. فراموش نباید کرد که پیشرفت دولت و آینده آباد وطن از سطح دانش و معرفتناکی مردم وابستگی مستقیم دارد. ما بعضا کشورها را می‌دانیم امروز تا 70% اهالیشان بیسواد مانده و سالهای طولانی است که از پرابلم‌های داخلی خلاص نمیشه. من اینه به یگان وای بگم مردم تاجیکستان باید دانند، مخصوصا پدر و مادران و اهل جامعه، ما چگونه دولت میسازیم و چگونه دولت را با آینده فرزندان و نبیرگان خود میراث میگذاریم. اینا فکر کنید که ما سرمایه‌داران نمیگیریم. اگر فرزندان ما در کدام دولت زندگی میکنند، در کدام شرایط زندگی میکنند، عمر بسر میبرند. زیرا بیسوادی، جهالت و خرافات با انسان تنها بدبختی می آورد، بدبختی می آورد و باعث عقب‌مانی جامعه و کسادی دولت می گردد. اگر سخنان من خطا باشد تحلیل کنید، تحلیل کنید اور در منطقه و دیگر جا دولت‌های دنیایی که همین واقعیت گرفتار هستند. ضمناً باید گفت که در 30 سال اخیر شماره مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و خوانندگان آنها بیش از 2 برابر، تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی 1.6 برابر و دانشجویان این زمره‌های تحصیلات 3.5 برابر، مکتب‌های عالی 4 برابر و دانشجویان زیاده از 3 برابر افزوده است. این هم حال کم است. سال 2022 از حساب بودجه دولتی به ساحه معارف 6 میلیارد و 304 میلیون سومانی جدا گردیده است که نسبت به سال 2021 707 میلیون سومانی یا خود 12.6% زیاد بوده، قریب 19% حجم عمومی خراجات بودجه را تشکیل میده. دیروز در شهر دوشنبه ما یکی از انشاءات‌های نوی دانشگاه مالی کشور را با استفاده داده برای 3,500 دانشجو شرایط‌های درجه عالی تنها سطح و صفت تعلیم را خوبتر کنند، بلند برداشت. که سطح دانشگاه و دانشگاه‌های عالی کسبی ما با استانداردهای بین المللی باید جوابگو باشد. ما متخصص تیار کرده بودیم. با استفاده از امکانیت‌هایی که دولت و حکومت مملکت فراهم آورده ایستاده است، مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و تحصیلات عالی باید با راه انجام دادن کشفیات و اختراعات، جاری نمودن اصول‌های اینواتسیونی پیشبرد تحقیقات علمی و تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر در رشد میماده اقتصاد ملی همان سهمی فعالتر گذارند. وضع امروزه علمی کشور تقاضا می‌نماید که جهت برآمدهای جهان امروزه مطابق نمودن و طبق طلبات زمان معاصر برآمدن فعالیت مؤسسه‌های علمی و تحصیلات عالی تدبیرهای معاصر اندیشیده شد. در این سمت وزارت‌های معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی را ضرور است که در همکاری با دیگر وزارت و ادارات توسط راه‌اندازی برنامه‌های تعلیمی، کسب و هنرهای معاصر و وسیع جاری نمودن آموزش عملی دانشجویان با راه پیوند علم و استحصالات، جهت بلند برداشتن سطح و صفت آماده سازی متخصصان ساحه‌های صنعت
و تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی اینچنین اقتصادی رقمی تدبیرهای سودمند را عملی سازد. همزمان با این وابسته به تأسیس دانشگاه‌های مشترک با دولت‌های پیشرفته دنیا آید به آموزش علم‌های مهندسی و تکنولوژی به حکومت مملکت پیشنهادهای مشخص منظور نماید. حاضرین ارجمند، در سالهای صاحب‌سپاری شماره اهالی مملکت از 5 میلیون نفر در سال 1991 تا به 10 میلیون نفر در ماه ایولی سال 2022 افزایش یافته است، یعنی 2 برابر زیاد گردیده است. این هم موفقیت سال 2022 ما. این هم نشان دهنده در پروسس های جهانی شوی امروزه بسیار مهم است. برای باز هم بهتر نمودن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی و دسترسی اهالی با آن بنیاد مؤسسه‌های نو از نوسازی مؤسسه‌های موجوده و با تجهیزات معاصر مجهز گردانیدن آنها ضرور میباشد. با این مقصد تنها در 2 سال اخیر از جانب حکومت مملکت با مؤسسه‌های تندرستی کشور با مبلغ زیاده از 1 میلیارد سامانی بیش از 200 نامگوی تجهیزات و دستگاه‌های معاصر دسترس کرده شده. با وجود آنکه در سمت پیشگیری کردن و طبابت بیماران دستاورد و پیشروی‌های معین به نظر می‌رسند، ولی هنوز مسائل تربیت کادرها خصوصاً در کالج‌های طبی چه دولتی و چه خصوصی از روی همه اختصاص‌ها با کادرهای بلند اختصاص تامین نمودن مؤسسه‌های تندرستی و سطح خدمت‌رسانی به اهالی بهبودی می‌طلبد. ما اجازه داده ایستاده، لیکن نظارت کردن در کار که صفتی تیار کردن کادرها با طلبات باید جایی باشد. طبیب حقوق معنوی خطا کردن را ندارد. یعنی بی‌سواد ما چی میکنند؟ قدم گذاشتگیش خطا میشه. با انسان سر و کار میکنه. وابسته به این بار دیگر خاطر رسان می نمایم که رشد صنعتی داروسازی از جمله مسائل مهمترین می باشد. طی سالهای صاحب‌سپاری حکومت مملکت با مقصد دستگیری زنان و بانوان و بلند برداشتن موقع آنها در جامعه بسیار تدبیرهای سودمند را عملی نمود. حالا از شماره عمومی خدمتچیان دولتی 25% از جمله کادرهای رهبری کننده قریب 20% را بانوان و زنان تشکیل می‌دهند. اینچنین بانوان و زنان در ساحه معارف 73%، تندرستی 71%، فرهنگ 47%، بانکداری 39%، علاقه 25%، از جمله در ساحه خدمت‌رسانی اطلاعاتی قریب 40% میباشد. تأسیس گرانت‌های پرزیدنتی با گسترش فعالیت صاحبکاری زنان و بانوان مساعدت نمود و آنها در برابر بهتر ساختن شرایط عائلوی خود حالا بر رشد اقتصادی کشور نیز تأثیر نظررس رسانیده ایستاده‌اند. سال 2022 با زیاده از 600,000 زنان و بانوان از جانب مؤسسه‌های بانکی با مبلغ بیش از 3 میلیارد و 400 میلیون سامانی قرض داده شده است که نسبت به سال 2018 2.4 برابر زیاد میباشد. عموما در 5 سال اخیر مبلغ قرض به زنان و بانوان پیشنهاد شده 12.1 میلیارد سامانی را تشکیل کرده است. رقم‌های ذکر شده گواهی روشن فعال بودن زنان و بانوان در اقتصادیات کشور میباشد. بانک‌ها برای چی با زنان و بانوان مبلغ میده؟ برای چی؟ بیشتر انتظام برمیگردانند. خدمت رسانی همکاری‌های وی دارند.
در 21 سال آخر بیش از 504,000 دختران و بانوان مؤسسه‌های همه زینه‌های تحصیلاتی کسبی را ختم کرده صاحب کسب شدند. از این حساب 239,000 نفر آنها صاحب معلومات عالی گردیده، حالا با 100,000 نفر دختران در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی تحصیل کرده ایستادند. من در سفرهایی که در شهر نویا دارم، در بیشتر شهر نویا و بعضا وای میکنم بیشتر جوانایی که مراجعت میکنن برابر دولت برای تحصیل کردن، برای کسب هنر، برای آموختن، برای داخل شدن، این دختران و بانوان است. بسیار ذوقی خواندنی وای دارن، ذهنشان بسیار ذهن، آموزش زبانهای خارجی را بیشتر، تکنولوژی اطلاعاتی را بیشتر وای. یک آزمون گذرانیم بین پسرها و بین دخترها. این یک. دویمش در وظیفه های خدمتی دولتی، در کدام وظیفه های نباشد من اصلا میگم، میبینم من شاهد میشم، میروم خودم شناس وای میکنم، با چشم سر صحبت میکنم، بسیار غیرت دارم، با غیرت هستم. در وقتی که در ناحیه جلال الدین بلخی جشن نوروز میگذراندیم، من نمایش‌ها را تماشا کرده رفتم. یک چند زنها بانوان نمایش‌های خودشان پیشنهاد کردگی 70 ساله مادر تاجیک گفت جناب عالی منم نشناختی؟ گفتم نه. من گفت دختر بابای موسی، من خیلی نمیدانم، از سیبیستان یا ایرانی دنگرم دست پدرش گفتم باش. جناب عالی گفت 23 دولت دنیا را دیدم از روی انمی هنر. حاضر 2 تا دعوت نامه دارم. دولت های آن رفته است، من نرفتم. از روی کسب هنرش هم گفت محصولات هم قیمت میفروشم، نه از پولی نه از درآمد میگیرم، هم دنیا را دیدم، جهان را گشتم. اونا که کسب داره، هنر داره، هیچگاه خورده میشود، هیچگاه. تنها از بانوان یک خواهش داشتم، مادران در یک مسئله اهمیت دادن مونده کار خیلی مشکلیت پرابلم است. تربیت فرزندان، رویه جوانان ما، نورسان ما حالا هم به گروه‌های اکستریمیستی، به گروه‌های رادیکالی دینی بسیار زیاد است، گروه‌های تروریستی. حاضرم شما دیدید با واسطه تلویزیون ما قریب 400 نفر زنها و کودکایی که یتیم ماندن، شوهرهاش و پدرهاشون را کشتن در سوریه عراق، ما برگرداندیم. با زیاده از 400 نفر دیگر در آنجا قرار دارند که ما آنها را باید برگردانیم. حتی با کودکای نو تولد گرفته رفتن، اونا مادر داشتن، تولد کردیم، تربیه هم کردم مادر. بی تربیه ما هم می رود، همه رویت هم می رود، دیگر کارا می کند. بعضا حالت ها رحم به پدر و مادر خودش هم دیگر نمی کند، از پدر و مادر خودشان هم رو می گردند. این مسئله بود. مادران، بانوان عزیز با ما کمک و دستی یاردم دراز کنید در باره رعایت قانون، در باره تنظیم رسم و اینا.
بینید کدامی که رعایت میکنن عائلتان سطح زندگیتان چقدر شده است. برای چی زیاده روی کنیم؟ برای چی؟ و برای کی؟ کی بی‌ندار میشود؟ من نمیدونم کی بی‌ندار میشود. از زندگی عائلوی خودتان قساوت میکنید. یگان کس شما را عنوان قهرمان نمیدهد، رحمتتان هم نمیگوید. با دیگر خیلی گفته خانه‌تان برآمده میرود، نانت میخورد، با تحفه‌ات میگیرد، از دروازه برآمد با دیگر خیلی گپا میره. همین در کار است. خوبش که برای فرزندانتان خراجات، خوبش که برای بهتر شدن شهر یکی سطح و صفت زندگی خودتان برطرف کردن کمبودی های روزگارداری عائله داری را برطرف کنید. انا این در اینجا کمک مادران زنان برای ما بسیار شرط و ضرور است. ما تصمیم داریم که جلب بانوان را به کارهای دولتی و جمعیتی منبع نیست گسترش بخشیم، زیرا آنها در جامعه ما قوه بزرگ می باشند و ما با نیرو و تشبس‌های آنها همیشه اعتماد داریم. ما همچنین به نقش زن مادر که موجود مقدس می باشد همیشه ارج میگذاریم، چون که اون نسل انسان را به وجود می آورد، تربیه می کند و به کمال می رساند. سلامت. اگر مادر نمیشین من در اینجا راست ایستان نزد شما دا برآمد نمیکردم. متوجه شدید؟ همین. سلامت باشید. سلامت باشید. جوانان تاجیکستان صاحب اسلام نیروی سازنده وطن بوده. نقش آنها در ترقیات همه ساحه‌های حیات دولت و جامعه بسیار ارزشمند و نظررس می باشد. ما با جوانان کشور خود افتخار داریم، زیرا آنها در رشد دولت و آبادی وطن فعالانه سهم می‌گذارند، مرز و بوم سرزمین اجدادی را حمایت می‌کنند، وطن دوست و وطن پرست با ننگ ناموسند و به خلق و دولت تاجیکستان صادق می باشند. محض جوانان که در عاموی گردانی ورزش نقش اساسی داشته، به شرف پیروزی های آنها پرچم تاجیکستان محبوب ما در گوشه های گوناگون دنیا پرافشانی می‌کند. با دستگیری و غمخواری فرا گرفتن جوانان، حل و فصل مشکلات حیات آنها و استفاده درست و عاقلانه از این ذخیره استراتژی ملی به خاطر آبادی و پیشرفت وطن و تأمین امنیت و ثبات جامعه از جمله مسائل مهمترین می باشد که تحت توجه خاصه حکومت مملکت قرار دارند، زیرا تاجیکستان خود کشور جوانان است. ما امسال برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2026 و برنامه دولتی تربیت وطن دوستی و تحکیم هویت ملی جوانان تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 را قبول نمودیم. در این زمینه ضرور است که از جانب کمیته جوانان و ورزش یکجا با مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهرها جهت قبول برنامه‌های محلی کار با جوانان تدبیرهای عملی اندیشیده شد. یگان ساحه نیست که امروز جوانان ما در آنجا سهم نداشته باشند. یگان ساحه نیست.
و جوانان ما از جوانان سالهای گذشته با کلی فرق میکنند. به نهایت حس بلندی ملی دارند، به نهایت حس بلندی ملی و وطن دوستی دارند. ما تربیت کردن ما دکار، بخیلی کردن ما دکار نیست، تنازانی کردن ما دکار نیست. برعکس گلچین کرده از مکتب ها، از خودی مکتب میانه دانشگاه ها گلچین کرده تربیت کردن ما دکار. هیچ کس سرش آهن نمیگیره. ما جوانان را دیده دانسته برای درست تربیت کنیم که آینده زمام دولتداری را در دست گرفته رهبری کرده توانند، صاحبی کرده توانند، حمایه کرده توانند، در عرصه بین المللی باز هم آبروی دولت خود را بلند بردارند. حاضرین گرامی، رشد استوار و باصورت مملکت مخصوصاً عملی نمودن استراتژی‌ها، برنامه‌های درازمدت و میانه مدتی کشور تقاضا می‌نماید که زمینه‌های حقوقی آنها سریع وقت و با صفت تامین کرده شود. این وظیفه از مقامات حقوق ایجاد کننده پیش از همه از پارلمانت کشور طلب می‌نماید که فعالیت خود را همه‌جانبه تقویت بخشد. وظیفه‌های در نزد ما قرار داشته تقاضا می‌نماید که فعالیت مجلس عالی جهت قبول قانون‌های سریع وقتی مکمل و با صفت باز هم تقویت بخشیده شد. این مسئله در نوبت خود همکاری دائمی پارلمان را با دیگر مقامات حقوق ایجاد کننده از جمله با سوبیکت‌های دارای حقوقی تشبث قانونگذاری و تطبیق حقوق طلب می‌نماید. با در نظر داشت رشد منبعده مناسبت‌های جمعیتی تحکیم کفالت‌های سودی سوبیکت‌های این مناسبت‌ها ضرور است که فعالیت مقامات سودی پیوسته تحکیم و تکمیل داده شود. بنابراین سود عالی و سود عالی اقتصادی را ضرور است که آید به برطرف نمودن کمبودی و نارسایی‌های جای داشته انتخاب و جابجاگذاری درست کادرها، بلند برداشتن سطح تخصصی و آمادگی کسبی سودیه‌ها تدبیرهای مؤثر اندیش. امروزها گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی برای دعوت و جلب نمودن شهروندان به صفهای خود با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی راه و اصول‌های نو را استفاده کرده جوانان کم تجربه و ناآگاه را به غایه‌های تندگرایی گمراه می‌سازند. از این لحاظ مقامات دخلدار را ضرور است که هم آهنگسازی فعالیت را در سمت آشکار و پیشگیری نمودن خوف و خطرهای تروریستی و اکستریمیستی باز هم وسعت بخشیده با راه تقویت کارهای فرماندهی پیش راه گراییدن جوانان را به رویه‌های افراطگرا گرفته آنها را در رویه صداقت به خلق وطن و احترام به ارزش‌های عمومی انسانی تربیت نمود. در رابطه با این جهت پیشگیری نمودن جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته و جنایت‌هایی که با استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی صادر کرده می‌شوند ضرور است که مرکز یگانه اطلاعاتی تأسیس داده شود. از این رو با پروکراتورای گنرالی کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی سپارش داده می‌شود که یکجا با دیگر وزارت و اداره‌ها مسئله تأسیس مرکز ذکر شده را آموخته پیشنهادهای خود را با حکومت مملکت منظور نماید. حکومت در صف قوه‌های مسلح برای جوانان مکتب جوانمردی محسوب یافته در رویه وطن دوستی و وطن پروری، خودشناسی و خودآگاهی تربیت نمودن خدمتچیان حربی و برای آنها مهیا نمودن شرایط خوب خدمت. اینچنین رعایت طلبات آیین‌نامه‌های حربی مهمترین سمت سیاست مدافعی کشور محسوب یافت. وضع مرکب جهانی معاصر ما را وادار می‌نماید که
جهت صورت بخشیدن به نوسازی و مجهزگردانی قواهای مسلح، بلندبر داشتن آماده باشی حربی و تقویت اقتدار مدافعی کشور، تدبیرهای ضروری علاوگی را عملی نماید. بنابراین حکومت مملکت، وزارت مدافع و دیگر ساختارهای نظامی وظیفه‌دار کرده می‌شوند که جهت بلندبر داشتن اقتدار مدافعی کشور کنسپسیای مدافعی ملی را تهیه و پیشنهاد نمایند. وکیلان محترم، حاضرین گرامی، امروزها روندهای گیوپولیتیکی همانا مرکب و پیچیده باقی مانده، باعث افزایش مخالفت و نزاع‌ها، شدت گرفتن رقابت و تلاش کشورها برای توسعه نفوذ در منطقه‌های گوناگون جهان گردیده‌اند. این حالت باعث به میان آمدن تهدید و خطرهای بی‌سابقه امنیتی گردیده در مجموع به ساختار بنیادی مناسبت‌های بین‌المللی تأثیر جدی می‌رساند. در چنین شرایط تاجیکستان به خاطر تأمین نمودن منفعت‌های ملی و حفظ ارزش‌های عنعنوی خود سیاست خارجی متوازن و سنجیده را ادامه می‌دهد. در این زمینه دولت ما از دارد که در اساس سیاست درهای گشاده خارجی خود رابطه‌های دوستی و همکاری متقابلا سودمند و سازنده دو جانبه و بسیار جانبه را با همه کشورهای جهان توسعه بخشیده رشد دهد. تکرار میکنم، با همه کشورهای جهان. سال 2022 تاجیکستان 30 سالگی برقرار نمودن رابطه‌های دیپلماتیش را با اکثر دولت‌های جهان تجلیل نمود. ادامه رابطه‌های فعال و رشد و تحکیمی مجموع مناسبت‌ها با شریکان استراتژی عنعنوی و با اعتماد سمت مهمی سیاست خارجی ما را تشکیل می‌دهد. در برابر این ما سعی و تلاش را جهت تأمین نمودن رشد استوار و تقویت روحیه حسن همجواری، اعتماد و دوستی پایدار در منطقه آسیای مرکزی ادامه می‌دهد. تاجیکستان همکاری‌های خود را با شریکان بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان همکاری شانگهای، سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی، سازمان امنیت و همکاری در اروپا، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری اسلامی و دیگر ساختارهای بسیار جانبه همچون عضو فعال ادامه خواهد داشت. در این روند همکاری ما با ساختارهای بین‌المللی مالیوی و دیگر شریکان رشد در سطح بلند قرار داشته من بعد نیز گسترش داده می‌شود. تاجیکستان در آینده نیز در حل مسائل مبرم جامعه بین‌المللی از قبیل مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، جنایتکاری متشکل فراملی، قاچاق سلاح و مواد مخدر، جنایت‌های کیبری، همچون مطابق شوی به پیامدهای تغییریابی اقلیم و رفع عاقبت‌های آن سهمی باسزا خواهد داشت. ما جانبدار حل مسائل بین‌المللی و نزاع‌های منطقوی با راه مکالمه هستیم و از تقویت نقش کلیدی سازمان ملل متحد در این روند پشتیبانی می‌کنیم. باعث قناعتمندی است که تاجیکستان در سطح بین‌المللی همچون کشور تشبثکار در حل مسائل مربوط به آب و اقلیم اعتراف شد. 14 دکمبر سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره سال بین‌المللی حفظ پریخا اعلان کردن سال 2025 و 21 مارس همچون روز جهانی پریخا که از جانب تاجیکستان پیشنهاد شده بود
یک دلانه قرار قبول کنید. موافق این قطعنامه در چارچوب سازمان ملل متحد فاند مقصدناک بین المللی آید به مسائل حفظ پریخ‌ها تأسیس یافته. وابسته به این موضوع سال 2025 در شهر دوشنبه کنفرانس سطح بلند سازمان ملل متحد برگزار می‌گردد. دایر به این موضوع من صبح امروز از منشی سازمان ملل متحد جناب گوتیرش برخی تبریکاتی گرفتم. مایه افتخار و سرفرازی همه ماست که پنجمین ابتکار جهانی کشور ما آید به مسائل آب و اقلیم در مقیاس سیاره عملی خواهد شد. واقعا قبول این قطعنامه در مقیاس جهان اقدام مهم و تاریخی بوده. توسط آن جامعه جهانی امکان پیدا می‌کند که برای حفظ بزرگترین منبع‌های آب آشامیدنی تدبیرهای مشترک ضروری اندیشید. با استفاده از سیاست به تمام کشورها، ساختارهای سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات‌های بین المللی و منطقوی برای دستگیری از این تشبث تاجیکستان منتداری صمیمی اظهار می‌نماید. خب بار دیگر مردم شریف تاجیکستان را به مناسبت قبول این قرار مهم و تاریخی مجمع عمومی سازمان ملل متحد صمیمانه تبریک میگویم. رأس برای ملت ما بسیار واقعه تاریخی است. سلامت باشید. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، پیشرفت دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی کشور در سالهای آخر و مشکلات و مسائل حل طلب حیات جامعه و دولت اینجا بیان شدند و وظیفه برای برطرف نمودن آنها نیز معین گردید. تأکید می‌نمایم که تنها سعی و تلاش صادقانه و صافدلانه حس بلند مسئولیت در نزد خلق و وطن و اقدام و تشبث‌های سازنده ما را به هدف‌های عالی‌مان نزدیک می‌رساند. باور دارم که مردم شریف سربلند، وطن دوست و وطن پرور و قوی اراده و زحمت دوست ما از عهده اجرای همه گونه عملهای نیک و برطرف نمودن تمام مشکلات می‌برآیند. تاجیکستان عزیزمان را باز هم آباد و زیبا و پیشرفته می‌گردانند و برای زندگی از امروز بهتر شرایط فراهم می‌آورند. به وقت ملت تاجیک ما شما را نصیب گردان که با این روزهای خوشبختی و نیک
расонанд. ҳама сахтиҳои сангине ки паи 30 сол ба сари миллати тоҷик омада буд паси сар шуда. ин ковидам ҳамин хел гузашт. ман боварӣ комил дорам, агар миллати тоҷик сарҷам бошад, бо сабру таҳаммул бошад, ҳисси баланди миллӣ, ҳисси баланди ватандӯстию ватанпарастӣ дошта бошад, ба ҳама орзуҳо, ба ҳама мақсадҳо, барномаҳои ниятҳои неке ки мо дорем, ба ҳамон насибашон мегардад. ҳар яки мо роҳбарони сохтору мақомоти давлатӣ ва кулли хизматчиёни давлатӣ дар ин ҷода масъулият дорем ва вазифа дорем ки ба халқи азизи тоҷикистон софдилонаву содиқона хизмат кунем. яъне мо бояд боз ҳам бештар заҳмат кашем ва барномаҳои созандаву нақшаҳои бунёдкоронаи барои рушди давлат ва ободии ватан таҳрирзӣ кардаи худро сари вақт ва бо сифати баланд ба анҷом расонем. мо бояд ватандӯсту ватанпараст бошем ва ҳаргиз фаромӯш насозем ки эҳсоси гарми ватандӯстӣ ва ҳисси баланди миллӣ омили асоситарин ва роҳи муҳимтарини рушди давлат ва ҷомеа мебошад. мо имрӯз дунёро дида истодем. мо аз даст дода мо дар кор нест. ҳисси баланди миллӣ доштан дар кор. мо яроқи ҳастаӣ надорем. дар яке аз рӯзҳои ҳасостарини таърихи тоҷикистон ман дар ҷаласаи парлумон баён карда будам ки бузургии миллати тоҷик ин дар ваҳдат аст, сарҷамии миллат аст. ин баробар ба ҳамон қувваи яроқи ҳастаӣ аст. яъне ҳар яки мо бояд минбаъд низ мафҳумҳои ватандӯстӣ ва рушдро шиёру кору фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор диҳем. барои чӣ ман ҳамин шиёр вард кардам? аввалан ки патриот будан дар кор. агар ватандӯст бошӣ, ватани худро дӯст надорӣ, сарзамини аҷдодиро дӯст надорӣ, рушду тараққиёт намешавад. агар ҳамамон ҳисси бегонапарастӣ дошта бошем, як тамон ба ин тараф нигоҳ кунем, як тараф ба чап, ба тараф рост. аввали солҳои 90 ҳамин буд. ана фалонча тағоим меям, маро инҷа таъин мекунам, ба маро оборем. ана фалонча маро хел ваъда додам, меям мекунам. аввал ки патриот буданд дар кор, ҳисси баланди ватандӯстӣ доштанд дар кор, ҳисси баланди миллӣ доштанд. дигар чӣ имрӯз моро намедонам. агар ҳамин чӣ дар мо вуҷуди мо бошад, ҳар фарди тоҷикистон, дигараш созандагӣ аст, бунёдкорӣ аст, рушд аст, тараққиёт аст. дигар проблема дигар нест. мешавад дар як 5 сола 10 сола сатҳу сифати зиндагии мардуми мо хеле беҳтар мешавад. кишвар тараққӣ мекунад. дар бисёр ҳолатҳо мо мебинем аз мавсаи ахбори омад дигар аз ҳичи натарситон.
شکرانه کنیم که ما تاجیکان کشوری صاحب استقلال هستیم. استقلالیت برای مقدس ترین اینا دایم مقدس ترین سلامت باشید. شده بسیاری آمان مردم نه قدر درد میکنند. نترسیم. برایش میترسیم؟ از کی میترسیم؟ ما هم اعضای کلی سازمان های با نفوذ بین المللی هستیم. یک آواز داریم. ملت تاجیک ملت قدیمه است. تاریخ باستانی دارد. ملت کوچک نیست. تاریخ تمدن ببینید بای غنی دارد. تمدن آفر است. با امیدی کسی نشویتان گوش داد. انمی وای میکنیم. بله دولت سازی کار آسان نیست. در یک 10 ساله نه 100 ساله ها فرزندان سرسپرده فرزندان در کار که جان خودش برای پیشرفت ترقیات دولت خودش ایثار میکنند. سلام علیکم. سلامت باشید. نکردیم سال پیش شنیدان حق و حقوق خودمان حمایت کردن نتونستیم. احاز صاحب استقلالات کردن مونده کار. باز بگویم مخصوصا اعضای حکومت وکیلان مردمی خدمتچیان دولتی رهبران همه زینه فعالان جوانان شکر کنه که ما تاجیکا وطنی صاحب استقلال داریم. من قطعنامه قبول شدگی در تمام دنیا تاجیکستان یک کوچک کشور است. با چی در کار؟ ما مشکلی داریم. مشکلی را زحمت کشیده سرجمانه این مشکلی را پستر میکنیم. هیچ کس آمده برای ما شما دولت نمیسازد. یگان کس آمده خانه ما شما را نمیسازد. بنیاد نمیکند. کی کرد بعد این جنگ شهروندی؟ کی آمد؟ کی خانه سوختگی ما را برقرار کرد؟ که کودکی یتیم ماندگی را تربیت کرد. همه تماشابی بود. طعنه و ملامت نال میکنند. تاجیکستان جنگ زده. با میگویم ایسو بینید ما در کجایی که نباشه منفعت های خود را منفعت هر یک تاجیک را حمایت کردن آماده کن. سلام باشید. شنیدم. دیگر که من اینجا شتمی روز بعضا اگر با 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه هم که من تعلیل کنم همه اون کار 1 ساله باشدگی را به انجام نمیرسد. صدقاً هر کدام ما زبان منقطع نیست. صدقاً
قلب آماقتی وطنمون رو دوست داریم، وطنمون رو دوست داریم. سحر خیستیم چیکار کردم من؟ خانه کاترشکا و پیاز نباشد، گوشت نباشد، از بازار میخری. لیکن برای وطنم چیکار کردم؟ برای دولتم چیکار کردم من بیروز؟ علاوه بر این حفظ استقلال و آزادی تاجیکستان محبوبمان و دستاوردهای آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی باید قرض انسانی، وظیفه شهروندی و رسالت ایمانی هر یک فردی با ننگ ناموس و وطن دوست و وطن پرست جامعه باشد. ما باید تمام دانش و تجربه، مهارت و ملکه و سعی و تلاش خود را من بعد نیز بر رشد دولت صاحب اختیارمان و وطن اجدادیمان روانه کنیم. کشور محبوبمان را پیشرفته گردانیم و برای نسل‌های آینده یک ملک آباد میراث گذاریم. با کل مردم شریف تاجیکستان، به هر یک کدام شما وکیلان خلق و حاضرین گرامی، سعادت روزگار، موفقیت و برای کار آرزومندم. همیشه سربلند و کامیاب باشید هموطنان عزیز.